معلم جانا اگه ما چیکار داریم که خودمون رو خشن بدار سفید خط بالندی خیلی میلیونی کراسات باشیم کنیم چی میریم همین ماشین سیگنال بیت 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 برام میکنه خیلی نکنیم خیلی او پیشم میذاره سیگنال میفرد لابوچیشون سیگنال میفرد ما لیگار خاص چی این بدون فهم لیگار هم نه ها شما را دلتون بسیار چیز میکشیده و شما زنای به حیا را کدام علیگر خود دامساز بزنی میگیره شما ارزش خود از دست دادگین به خاطر دسم اینترنت حیا قیمتترین چیز برای زنی مسلمان میباشه اما شما باشی این نعمت الله از دست دادگین الله تعالی شما را خوشرو خمچمیان آفریده است اما شما بجای شکر کنه قدری زیباییتون بدانه شما باشی با ناز و کرشمه ریکلام داره بسیار از خود نروین این همه زیبایی ها موقتی است حالا همش ای سرتون میمونه این صاحبای شما کجا نگاه میکنن آیا ناموسشون بیدار نمیشه باشه که شوری راهتون بگیرن وقتی که انسان شرم و حیا نمیکنه شأن و شرفش از دست میتیه خصوصا زنان و دختران به حیایی به ایمان انسان هم خلل میرسونه در روایت بخاری و مسلم آمده است که پیامبر خدا درود خداوند بر او باد فرمودند حیا شاخه از ایمان میباشه خواهران عزیز اگر میخواین قدر و قیمتتون بلند باشه خودتون با حیا پاک دامنی و طاعت الله زینت دهین زیرا هر چیزی که برای خدا ترک کرده میشود خداوند بهتر از آن را نصیب میگردونه خداوند کریم برای راست هدایتتان کنه و دلهایتان را با حیا و تقوا زینت دهد